زنهایی که بر روی صحنه میبرایند و میخواهند در پوبلیک باشند، در افیرها میبرایند و با مردها صحبت میکنند و نوارها ثبت میکنند، اکثرا از نعمت شوهر محروم میشوند. هیچ مرد تیار نیست با آنها ازدواج کند و عائله برپا کند. حتی از همان شوهران داشتهشان هم محروم میشوند. بسیار زنهای شوهرداری بودند که بعد از به صحنه برآمدنشان از شوهرانشان جدا شدند و تا حال کسی با آنها ازدواج نکرده است. کسانی که با چنین زنان رابطه می کنند تنها برای شهوات جنسی رابطه می کنند و کسی نیست با آنها ازدواج کند و همچون مادر فرزندانش انتخاب کند. پس ای خواهران مسلمان، پیش از اینکه به صحنه می برآیید و خود را به نمایش می گذارید، از پیامدهای بد آن کمی اندیشه کنید.